امری داشتین؟ بله، میخواستیم مجوز تظاهرات بگیریم. تظاهرات چی؟ راهپیمایی 22 بهمن یا روز قدس؟ نه، تظاهرات اعتراضی. اعتراض به چی؟ استکبار جهانی یا یاوه‌گویان شرق و غرب؟ هیچ کدوم. به بیکاری و فقر و گرسنگی و اگه ناراحت نمیشید نبود آزادی بیان. خب به کی میخواین اعتراض کنین؟ به مسبب همه این بدبختی ها دیگه. درخواستون رو بنویسین. از قبل نوشتیم، آماده است. خدمت شما. خب اول باید عامل فقر و بیکاری و این چیزا رو پیدا کنیم، بعد که پیدا کردیم درخواست شما بررسی میشه. خب ما کی میتونیم اعتراض کنیم؟ الان که شب عیده، همه سرشون شلوغه، میره برای اون ور سال اگه موافقت بشه البته. یعنی الان ما نمیتونیم نسبت به بدبخت بودن خودمون اعتراض کنیم؟ چرا؟ شما میتونید به استکبار جهانی و یاوه‌گویان شرق و غرب اعتراض کنید. استکبار جهانی کدومه؟ خود شما حق ما رو خوردین، اسلام رو پله کردین، ملت رو ذله کردین. خب شما دیگه با این حرفت نشون دادی که معترض قانونی نیستی، اغتشاشگری. الان باید جواب بدی که تو رو کشورهای خرپول منطقه فرستادن یا دشمنان قسم خورده نظام. بابا چی داری میگی؟ 10,000 نفر اینجا وایستادن گرسنن، همشون رو کشورهای خرپول منطقه فرستادن؟ کی؟ 10,000 نفر؟ شما که همین الان هم تجمع غیرقانونی برگزار کردی. هنوز اعتراض نکردیم که اومدیم مجوز بگیریم واسه تجمع. خب شما الان هنوز مجوز نگرفتین ولی جمع شدین. ای بابا، جمع شدیم بیایم مجوز بگیریم. خب مجوز خبری نیست. شما قانون شکنی کردید و من مجوز برای شما صادر نمی کنم. خیلی خوب، اگه به من مجوز نمیدید من برم بگم که جماعت خودشون بیان مجوز صادر کنن. بیا. ایوه، نه کدام خوبه کنه تو